تاریخ نوین دولتداری تاجیکستان در نخستین سالهای استقلال مدهشترین و فاجعه بارترین واقعه‌هایی را پس سر نمود که بشریت مثل آن را کم در خاطر دارد. غصب حاکمیت قانونی با زور سلاح از جانب پیروان و اعضایان تشکیلات تروریستی و اکسترمیستی حزب نهضت اسلام، تشکیل حکومت با نام مراسای ملی و وحشانیت و بیدادگری های زیاد غیر انسانی و مشکلات روحی و روانی و رنج و مشقت زیاد گرفتار نمودن مردم، به بیماری و ناداری و گرسنگی و قشاقی رسانیدن این ملت کهن تمدن و فلج و پراکنده نمودن تمام شاخه های حاکمیت دولتی از جمله عملهای وحشتبار و دهشت افکن این حزب تروریستی و اکستریمیستی می باشد. در آن شب و روزهای مدهش علاوه به قتل و کشتار مردم بیگناه و بیدادگری و ظالمی از جانب پیروان و اعضایان تشکیلات تروریستی، سابق ولایت کلاب به مدت قریب 8 ماه در محاصره اقتصادی قرار داده شد و عاقبت‌های فاجعه بار این عمل‌های غیر انسانی آن آدم صورتان حیوان صورت به مراتب افزون گردید. اگر به تاریخ نخستین سالهای صاحب استقلالی تاجیکستان نظر کنیم، در آن سالهای مدهش در برابر مشکلات زیاد اقتصادی و قتل و کشتار بیرحمانه مردم در سال 1992 تشکیلات تروریستی و اکسترمیستی حزب نهضت اسلام با عملهای رذیلانه خود همچنین سببگار خروج بیماری سرایتی مرگاور در ناحیه‌های قسمت جنوبی مملکت گردید که هزارها نفر از این بیماری در ناحیه‌های فرخار و میر سید علی همدانی به هلاکت رسید. در یادم هست همه سرمان گذشت. خدمت چند بار زدن برای یک خلب. نمیدونستیم که سحر زنده میخیزیم یا که نه. امی پشکا قطعی خوب میرفتیم. گشنه تشنه. اینمی کانون بلک میکردم. کجا کن ایشته گذشت. در محاصره شدید اقتصادی قرار دادن سابق ولایت کلاب از جانب خائنان دولت و ملت تاجیک
در همان دوره اهالی را گرسنگی شدید فرا گرفت. مواد غذایی و داروواری نمی رسید و در مؤسسه های تندرستی شهر و ناحیه های منطقه امکان و شرایط طبابت بیماران عموماً وجود نداشت. چون اعضایان تشکیلات تروریستی و اکستریمیستی حزب نهضت اسلام با زور سلاح راه و کپرک ها را بسته بودند و در حالت ویران و ولنگاری قرار داده بودند. اهالی سابق ولایت کلاب امکان دسترسی به محصولات خوراکان نداشت. دهشت گرسنگی مردم را مجبور کرد که هر گونه زراعت، غله‌دانگی های زهرآلود شده، ریشه و پایه و برگ گیاهای زهرناک و پوسلاخی درختان را استعمال نمایند و همین سبب شد که بیماری های مرگاور سرایتی در بین مردم منطقه با سرعت پهن گردد. نزدیک به 10,000 نفر به بیماری سرایتی با عیب سرکردگان حکومت با نام میراث‌های ملی در بین مردم منطقه خروج یافته و تحمیل شده گرفتار شدند. در بین مردم سابق ولایت کلاب خصوصا ناحیه های فرخار و میر سید علی همدانی در یک مدت کوتاه نزدیک به 10,000 نفر گرفتار بیماری سرایتی مرگاور شد و هزارها نفر خصوصا کودکان و نورسان زیاد بر اثر این بیماری هلاک گردیدند. در آن سالهای دهشتبار و وزنین هیچ یک تشکیلات و سازمانهای مددرسان چی منطقوی و چی بین المللی به تاجیکستان کمک نمی رساند و علاوه به این سرکردگان و پیروان تشکیلات تروریستی و اکستریمیستی حزب نهضت اسلام با زور سلاح و دهشت افکنی پیوسته عملهای غیر انسانی خود را ادامه می دادند. در همان شب و روزهای وزنین و فاجعه بار رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همراه با وزیر مدافع فدراسیون روسیه پاول گراچیوف به ناحیه فرخار ولایت ختلان سفر نمودند و به مشکلات مردم شناس شدند. با دستور و راهنمایی رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بهر رفع مشکلات جای داشته تدبیرهای بی تأخیر اندیشیده شده. بیمارخانه های سیار و مواد داروواری از فدراسیون روسیه و جمهوری ازبکستان به تاجیکستان سریع وقت دسترس کرده شد. وضع نهایت مرکب بود و بنابر اوج با سرعت بیماری مرگاور در ناحیه های فرخار و میر سید علی همدانی گرفتاران بیماری سرایتی علاوه به بیمارخانه ها در مکتب و کودکستان ها، خانه های مدنیت و حتی باششگاه های صحرایی و منزل های استقامتی اکثر ساکنان این ناحیه ها بستری کرده می شدند. شاهدی لحظه به لحظه های واقعه های آن سال هایم و همه حادثه ها در پیش نظرم به وقوع می پیوستند. از روز اول حزب تروریستی به واسطه قوه های حربی و جنگی غصب با زورآوری غصب حکومت قانونی کردن مردم را زیر تهدید و شکنجه ترس قرار دادند. بر ضمن این به نام حکومت میراث‌های ملی یک قسمت کهنه تاجیکستان عزیز منطقه کلاب ولایت امروزه ختلان را، ولایت کلاب آن زمان را در محاصره شدید اقتصادی قرار دادند. باز مثل جنگ های تحمیلی بیماری گلاتراب را به سر آن مردم تحمیل کردند و این کسلی مرگبار گلاتراب فرا گرفت مردم قشاق را، چون که از هر چیزی که میافت مردم میخورد، از پوسلاخ درخت سر کرده تا ریشه درخت تا کنجاره تا سبوس هر چی که میافت میخورد. آخرین فرزندی برادرم در 32 سالگی گذشت از کسلی گلاتراب. این کسلی تحمیل کرده آن همین حزب تروریستی بود. با آن همین خیلی کسلی مرگ آوری گذرانده سرور دولت جان خود را در خطر مانده بهر دلبرداری آن مردم
شریف ناحیه همدانی و فرخار نزد بیمارهای فرخار رفتند. آنها را دلبرداری کردند، سرشان را سیله کردند. من شاهد بودم. آن شب و روز تمامی مکتب‌ها، خانه‌های مدنیت، قصرهای فرهنگ، باغچه یکسلی‌ها، خانه‌های آدمانی که مهمانخانه‌های خوب داشتند، تمام فرخار به یک بیمارستان، به یک ماتم سرا تبدیل یافته بود. محض آمدن سروری معظم دولت آنها را، روحشان را برداشت و با پی قدم سرور دولت کاروان‌های کمک‌های اجتماعی وارد فرخار گشتند، وارد ناحیه همدانی گشتند و مردم روز به روز بهیافت. در همون زمان چنان وضعیت وضع بود که مردم گرسنه بود، نون خوردن نداشت، حتی سبوس جوربی رو ارد کرده میخوردند. مردم به همین بیماری گرفتار شد. همین رو قید کردن لازم است که تمام کسالخانه های ناحیه پر از کسلی بودند. جا نبود که آنها رو توابت کنند. برای همین حکومت ناحیه مجبور شد که مکتب‌ها رو همچون کسالخانه استفاده برند. از آن جمله مکتب ما هم در همون سالها همچون بیمارستان برای توابت کسلی ها فرا گرفته شده بود که تا 100 نفر کسلی ها توابت می‌یافتند. نرسیدن مواد خوراکواری تاثیر این باز تاثیری در معاشره اقتصادی بود. مردم رو افتاده بود. اما با این نگاه نکرده در همون شب روز وزنینی جناب عالی پرزیدنت محترم مولی رحمانوف به همینجا تشریف آورده، با مردم واخورد، رویه‌شان رو بلند برداشت. ما نسل کلانسال اون روزهای دهشت رو هیچگاه فراموش نمیکنیم. در اون روزها عائله‌هایی بودن که مواد خوراکی نداشتند. عائله‌هایی بودن که 2 کس 3 کس از اون عائله بیمار بودند. اونها رو افتاده بودند. ما این چیز رو هیچ وقت فراموش نمیکنیم و با جناب عالی تشکری بسیار میگیم که در همون دوره بسیار ما رو دستگیری کرد. همین طریق با تلاش های شبانه روزی و تدبیر اندیشی های سری وقتی و کمک و دستگیری های بی واسطه رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در یک مدت کوتاه پنشوی بیماری سرایتی در بین مردم ناحیه های فرخار و میر سعید علی همدانی پیشگیری گردیده مردم از این مشکلات رهایی یافت. در محو این بیماری مرگاور در همان سالها وحدت و اتحاد مردم، اعتماد و باوری به رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان، این چونین عقل سالم، صبر و تحمل پذیری و عزم و اراده قوی مردم تاجیک غالب آمد و آن مشکلات برطرف کرده شد. طور خاطررسان کرده شد سبب‌های اساسی به این بیماری گرفتار شدن مردم ناحیه‌های فرخار و میر سعید علی همدانی در همان سالها تشکیلات تروریستی و اکسترمیستی حزب نهضت اسلام می باشد که آن وقت حکومت قانونی را با زور سلاح غصب نموده مردم منطقه کلاب را در محاصره شدید اقتصادی قرار داده بود و مدت 8 ماه نگذاشت که مواد دارواری و خوراکباری به مردم این منطقه دسترس کرده شود. در حقیقت سالهای 1992 1993 سالهای وزن‌ترین برای جمهوری به حساب می‌رفت، بخصوص برای منطقه کلاب که در محاصره سخت اقتصادی بودند. به ناحیه فرخار که از ناعلاجی مردم چیزی را که می‌افتند می‌خوردند، علف هم می‌خوردند، کنجوره هم خوردند. مردم نمی‌دانستند چیکار کنند. چندین همسایه ما به هلاکت رسیدند. یگان علاج نبود که به آنها کمک رسانیم. خائنان ملت در حقیقت همون شب و روز مردم رو در انم حالت سختی بسیار یک ننگاور نگاه داشتند. مردم رو با همین راه می‌خواستن به هلاکت رسانند. شما تصور کنید که در خود فرخار نان نمی‌رسید، به زمین مردم منطقه قرون‌تپه گریزه شده بودند و در اونجا گریزه‌های زیادی قرار داشتند، در مکتب‌ها، در خانه‌های مردم قرار داشتند و آنها نیز تصور کنید که وقتی که نان نبود چیکار می‌کردند.
از سبب بیماری زیاد شدن در مکتب هم بردن جا میکردن، علاج دیگر نبود. عموما ناحیه فرخار، عموما منطقه کلوب یگان چی نمیگرفت از مرکز. یک همسیم هم در ولسفید یک خلطچه میده که چکه میگیریم و دوغ میگیریم. گفت که از خود قراتو اومدم. قراتو از دهه ما یا 20 کیلومتر دوره. تخم جوربی رو آورد کردن آوردم. گفت درم خلطه تخم جوربی رو آوردگی بود است. بعد اوسیبون نگاه کرد بعد خلطه را گرفت. اکای مومین خلطه همین جمعی مونه گفت ما ترای حوض یک سطیل آورد میتیم. گفت باری گودکو بخورن. بعد اینا ما آورد میکنم اومده گرفته باری. آنم خیلی حالا در قرار داشتم مردم. ملت تاجیک هیچگاه این عمل رذیلانه و غیر انسانی حکومتی با نام راسای ملی را که در اساس دستورهای خونخوارانه تشکیلات تروریستی و اکسترمیستی حزب نهضت اسلام عمل می کرد فراموش نمی کند. تاریخ نیز گواه است که در سالهای نخستین استقلالیت دولتی تشکیلات تروریستی و اکسترمیستی حزب نهضت اسلام برای ملت و دولت تاجیک بدبختی‌های زیاد آورده. از تشکیل کنندگان و عاملان اساسی جنگ شهروندی، خسارات عظیم اقتصادی و اجتماعی و قتل و کشتار بیرحمانه صدها هزار مردمی بیگناه می باشند. فاجعه مردم سابق ولایت کلاب، خصوصا مردم ناحیه های فرخار و میر سید علی همدانی، تنها از جمله عملهای رذیلانه و غیر انسانی سرکردگان و راهبران تشکیلات تروریستی و اکسترمیستی حزب نهضت اسلام می باشد که در آن سالها می خواستند با زور سلاح و دهشت افکنی مردم را ترسانده مجبوراً بر سر ملت فرهنگ و مذهب بیگانه را بار کنند. تاریخ نیز خود شاهد است که خون زیاده از 150,000 مردم بیگناه در تاجیکستان محض با عیب و عملهای رذیلانه و خونخوارانه راهبران و پیروان تشکیلات تروریستی و اکسترمیستی حزب نهضت اسلام ریخته است. مرگ مردم بیگناه، دهشت و خرابکاری های بی‌مثل، خسارات بزرگ اقتصادی و اجتماعی، گریزه شدن بیش از 1 میلیون نفر هموطنان و مرگ غریبانه اکثر آنها از مدهشترین عملهای غیر انسانی این حزب تروریستی و اکسترمیستی می باشد که از لوح خاطر دولت و ملت تاجیک هیچگاه دور نخواهد شد و این ملت سربلند آنها را هیچگاه نخواهد بخشید.